تولدمه، پس بریم با هم ببینیم من داخل روز تولدم چه کارایی انجام میدم. اول از همه میریم سراغ صبونه و بعد میریم سراغ مرتب کردن اتاقم تا از این حالت بازار شام بودنش در بیاد. و از اونجایی که حواس پاستا کرده بودم تصمیم گرفتم که برای نهار پاستا درست کنم و چون آبجیم رژیم بود تصمیم گرفتم که پاستای رژیمی درست کنم. و از اونجایی که چند تا از وسایلش رو نداشتیم آماده شدم که برم بخرم. به چیزایی هم که نیاز داریم: پودر ژوی 2 سرپرگ، آبیشم، ماکارونی، شیر، قارچ، یه دونه کره، سینه مرغ و پودر سیر. اول از همه قارچامون رو با کره سرخ می‌کنیم و بعد میریم سراغ درست کردن سسمون و به موادی هم که نیاز داریم نصف مقدار قارچی که سرخ کردیم، شیر، پودر ژوی 2 سرپرگ و میکسشون میکنیم. و تا موقعی که سسمون آماده بشه میریم مرغامون رو با کره سرخ میکنیم و بعد آویشن، نمک و پودر سیر رو بهش اضافه میکنیم و خوب میذاریم که با هم تفت بخورن و بعد قارچامون هم به مرغامون اضافه میکنیم و بعد میریم سراغ شیر. هر چقدر که دوست داریم بهش شیر اضافه میکنیم و حالا وقت اضافه کردن ماکارونیامون هست و بعد سر قابلمه رو میذاریم و بعد از 15 دقیقه پاستای رژیمی ما آماده است. و باید بهتون بگم که حداقل یک بار امتحانش کنین چون به نظرم واقعا میارزه. و باید بهتون بگم که بنده بعد از نهار بیهوش شدم و بالاخره بعد از 4 ساعت خواب آماده میشیم که به مناسبت تولدم با دوستم بریم بیرون. و اینجا هم کیکم رو مشاهده میکنین که خیلی خوشم اومد ازش و اینجا هم که دوست منگولم رو میبینین و همین. توی ویدیو بعدی میبینمتون.